سلام، ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز. در محضر یکی از اساتید بسیار مهم و برجسته استان اصفهان هستیم. رشته هنری قلمزنی جناب آقای احمد مصری پور. جناب استاد سلام علیکم. سلام. خسته نباشید. استاد چند سال مشغول به این کار هستین؟ 30 سالی تموم. استادتون کی بودن؟ پدرم. میشه یه مقداری در مورد شغلتون توضیح بدین؟ همینطور که میبینین شغل قلمزنی یه شغل پر زحمت، صدمه دار بله. و شغلی است که به فقط بشینی تخمی چشده بذاری، سکوش بزنی، بوس پیدا کنی و اعصاب و روانت کار داره. بله. و شغلی کلن بسیار تخمیه، چیری تهش براتون بگم، دوتا کلمه از آخرش. درسته. بله. بینندگان عزیز بله. متوجه بشید که یک کار هنری تا میاد در بیاد، چقدر اون شخصی که این اثر رو میخواد به وجود بیاره چقدر فوش خواهر مادر پشت این سینی داده تا یک کار از قیل در بیاد و شما بتونین بیان اونا بخرین. همینطوره که میفرم. بعد جناب استاد در مورد آرزوهاتون میشه یه توضیحی برا من بدین؟ آرزو همون که خب خیلیه، ولی بزرگترین آرزویی که من دارم با 30 سال زحمت واضح این شغل، آرزو دارم که بتونم اولین شخصی که قلمزنیه ایجاد کرده، شغلی به نام قلمزنیه تو ذهنش پیدا کرده، قلم و چکش اختراع کرده و کارا آورده روی فلز و چکش قلم و یاد داده که ستوری فلان، این آقا را قبرشه بزونم تا من این کس کشه از قبر کشمش بالا، هرچی کیره تو کس خارا مادری کس کشش میکنم، کیر تو بوتش هرچی هست، کیر تو روی کس کشه.